وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از پایمالشوی حقوق تاجیکان افغانستان اظهار نگرانی کرد. مرد برای قتل پدرش با بیرحمی مخصوص به 20 سال زندان محکوم شد. مسکو استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین ایران در جنگ علیه اوکراین را اتهام‌های بی اساس نامید. در پنزه یک مرد تاجیک برای کردارهای شهوانی با دختران نورس محکوم به زندان شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از پایمالشوی حقوق تاجیکان افغانستان اظهار نگرانی کرد. خبرگزاری رسمی تاس نوشته است وفا نیتبکزاده سردار ریاست تحقیقاتی استراتژی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ضمن سخنرانی در جلسه مشورتی مسکو عاید به افغانستان که روز 6 نوامبر برگزار شد گفت ما بارها در زمینه شکاری همه‌جانبه تاجیک تبارها اظهار نگرانی کرده ایم که به طور برجسته در ولایت پنجشیر، شهر کابل و چند ناحیه شمال افغانستان مشاهده می شود. همه روزه در افغانستان با بهانه همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان تاجیکان کشته می شوند. نیتبکزاده افزوده است ما ضد نقض حقوق گروه های قومی مختلف، زنان، سابق نظامیان حکومتی و اهل فرهنگ افغانستان قاطعانه صدا بلند میکنیم. نگرانی کارمند ارشد وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از فشار و کشتار تاجیکان افغانستان از جانب حکومت طالبان در حال است که هزارها شهروندان تاجیکستان به خاطر دیگر اندیشهشان از فشار و تضییق مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان سربگریز شده به چندین کشورهای جهان پناهنده شده اند. گفتنی است روز چهارشنبه در پایتخت روسیه جلسه نوبتی فرمت مسکو عاید به افغانستان آغاز شد که برخلاف تجربه های گذشته این نوبت بدون حضور طالبان گروهی حاکم در افغانستان جریان میگیرد. زمیر کابولوف سردار ریاست دومی آسیا در وزارت کارهای خارجه روسیه هم پیش از جلسه به ژورنالیستان این را تصدیق کرده است. یک ساکن 37 ساله ناحیه 5 برای قتل پدرش با بیرحمی مخصوص به 20 سال زندان محکوم شده است. در این باره سامانه رسمی دادستانی کل تاجیکستان خبر می‌دهد. به اطلاع منبع محمد جان اسنقلوی 37 ساله روز 7 ایون در حالت مستی پدرش عوض بستانوف را به قتل رسانیده است. این نهاد گفته است حادثه بعد آن سر زد که عوض بستانوف بعد نوشیدن مشروبات با پسرش از او درخواست کرد که همسر و فرزندانش را از خانه پدر عروسش برگرداند که در پی آن بین پسر و پدر بحث و مناقشه به میان آمده است. در گزارش دادستانی کل تاجیکستان گفته شده است که محمد جان اسنقلوف با مقصد قصداً از حیات محروم ساختن عوض بستانوف با بالغه به سر و روی پدرش یک چند مراتب ضربه زده است که در نتیجه او در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همینطور از روی این حادثه دادستانی ناحیه 5 نسبت محمد جان اسنقلوف با ماده 104 قسم 2 بندی ای پرونده جنایتی آغاز نموده او با حکم سود ولایت ختلان 20 سال روانه زندانی نظامش پرزور شده است. مسکو سر و صدای انتقال هواپیماهای بی‌سرنشین ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را اتهام‌های بی اساس نامید. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ورشینین با پایگاه خبری لنتا گفته است عیب‌های اعلان کرده کشورهای غربی علیه ایران که به روسیه هواپیماهای بی‌سرنشین انتقال داده است بی اساسند. کشورهای غربی با چنین اظهارات تلاش دارند انتقال اسلحه غیرقانونی خود به رژیم کییف را سفید کنند. این در حالی است که روز 16 اکتبر روزنامه واشنگتن پست نوشت که ایران به روسیه اسلحه انتقال خواهد داد که موشک‌های بالستیکی زمین به زمین و انتقال هواپیماهای بی‌سرنشین ایران را در بر می‌گیرد. وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در نوبت خود قید کرد که تهران در چند ماه پیش از آغاز عملیات ویژه برای حفظ دانباس به روسیه هواپیماهای بی‌سرنشین را فرستاده است. هنوز 26 سپتامبر رئیس وزارت خارجه ایران گفته بود که کشورش کردارهای همکاری با فدراسیون روسیه در زمینه امنیت را دارد، اما تاکید کرد که در این قراردادها انتقال سلاح یا تجهیزات نظامی وجود ندارد. حال آن است که دهها پهپادهای بی‌سرنشین ساخت ایران در شهرهای گوناگون اوکراین بی‌ضرر گردانیده شده از روی پسمانده‌ها آنها شناسایی شده اند.
در ولایت پنزی فدراسیون روسیه شهروند جمهوری تاجیکستان برای کردارهای زشت علیه دختران نابالغ محکوم به زندان شده است. در این باره خبرگزاری محلی پنزا نیوز با استناد از کمیته تفتیشاتی این منطقه خبر داده است. طبق معلومات موجوده از ماه ایول تا اکتبر سال 2021 مرد تاجیکستانی سال تولدش 1995 در شبکه‌های اجتماعی با دختران نابالغ تا 16 سال شناس شده، با آنها در موضوعهای شهوانی مکاتبه کرده، با آنها عکس‌های اینتیمی فرستاده است. در گزارش کمیته تفتیشاتی گفته شده است که در جریان تفتیش پرونده جنایی 3 دختر نابالغ از ولایت پنزا از جانب مفتش جبر دیده اعتراف شدند. بر اساس حکم دادگاه نهایی ژلزنودروژنی شهر پنزا متهم به 3.5 سال زندان برای ادای جزا در کلانه اصلاحی نظامش سخت محکوم شده است. کارشناسان امور مهاجرت میگویند جوانان مهاجر در اکثر حالت پیامد این گونه بداخلاقی ها را نادیده میگیرند و نهایت به سر خود بلا میآورند.